وقتی یه روز نمیری مدرسه. هی چطوری پسر؟ چرا دیروز نیومدی مدرسه؟ سلام، خوبی؟ مریض شده بودم نتونستم بیام. حیف شد، واقعا حیف شد. چرا خب؟ دیروز که نبودی ما 4 تا امتحان داشتیم، همش به خاطر یه جشن کنسل شد. چی؟ تازه بعدش به خاطر همون جشن برای همه ما کیک و بستنی گرفتن. چی شده؟ بعدش به خاطر همون جشن ما رو بردن یه جای دیگه که پر دختر بود. چه غلطی کردم نیومدم. تازه بعدش به خاطر همون جشن تتلو اومد برای ما کنسرت گذاشت. تتلو که دیگه نمیتونه بیاد ایران. چرا به خاطر همون جشن تتلو اومد یه ساعت اجرا کرد بدون هیچ مشکلی و رفت. گن بذارم به این جان. تازه بعدش به خاطر همون جشن تمامی نمره ها رو بجز کسایی که غایب بودن و 20 کردن. حتی از منو؟ نه دیگه، فقط کسایی که حضور داشتن. 120 نفر حضور داشتن بجز تو. از زندگی ناامید شدم. نباید به من میگفتی. این که چیزی نیست. تازه بعدش خفه شو دیگه پدستک.